دوستان من ابتدای فیلم گفتم از لبه 8 میل بیاید داخل برای جای لولا گازور. خب دوستان برای اینکه این مدل درب مطبخی رو داشته باشیم بیا جلو. این همین یه لولا ساده عرض به خدمتتون که معمولی هستش. بازش میکنیم میذاریم کنار. پیچ ریگلاژش رو باید کامل باز بشه. از اون سمت باید پیچ ریگلاژش مجدد بسته بشه از سمت تو. و پایمون از این سمت جا میره. اینم که رفت داخل شیار و این کار تموم شد. طریقه نصبش هم بیا جلو. طریقه نصبش هم همونجوری که مشاهده میکنید این 8 میلی میره داخل و به این صورت جای لولا گازور روی بدنتون باید در بیاد. حالا در ادامه فیلم خدمتتون عرض میکنم. خب دوستان ببینید همزمان دو تا کار میشه کرد. هم درب کمدتون باشه، حالا این به صورت نمونه است که حالا مشاهده میکنید میشه درب کمد کار کرد. هم از این سمت بیا. اگر فقط قسمت مطبخیشو بخواید دیگه این اضافه رو شما ندارید، یعنی از بدنه به بعد هستش، حالا درتون هر سایزی هست اینجوری باز میکنید و درب میشینه داخل. از این قسمت بیا ریگلاژش هم بهتون بگم. دوستان من ابتدای فیلم گفتم از لبه 8 میل بیاید داخل برای جای لولا گازور. 5 میل هم کفایت میکنه. شما از این لبه بدنتون 5 میل هم بیاید داخل میتونید به این صورت ببندید و تموم شده کار. این پستو بفرستید برای دوستانتون بذارید اونها هم حال بکنن. در مطبخی خیلی مخلصی.